سلام علیکم هموطن عزیز، لایک موندن پسته فراموش نکنید. در حدیث پیغمبر آمدگی است که ما قومی هستیم که تا گوشت نشویم نمیخوریم و که خوردیم پیش از 3 شایان بس بکنیم. گوشت نشدیم به معنای چی؟ اول انسان یک بار گوشت نمیشه که اهمیت دادیم به گوشت سخت میشه که دم گوشت سخت شدن خوردن در کره. وقتی که خوردن که سر کردیم، وقتی که پیش از تمام کردن آدم میگه که ای بو خورم یا نخورم، انا وقتی که میگه بو خورم نخورم خوردن لازم نیست، برای که معده موسیقی به 3 قسم تقسیم کرده شده است. یک قسمش برای طعام، یک قسمش برای آب و یک قسم برای نفس کشیدن می باشد. برای همین معده رو چی میگن با معیار معینش حفظ کردن در کار. حالا که پیغمبر مسلم خبر داد که ما قومی هستیم که تو گوشت نشویم نمیخوریم، یعنی گوشت سخت نشویم نمیخوریم، پیش از اون که سیر شویم بس میکنیم. پیش از اون که معده ما پر شد تا چی میگن گلومون ناماده باید بس کنیم. التماس لایک و подписаться رو فراموش نکنید.